اسلام دین تعقله، دین تدبره، اسلام دین کندکاو علمیه، اسلام دینیه که با اقرأ شروع شده، اسلام دینیه که به قلم قسم خورده. شما برای یک کتاب آسمانی پیدا کنید که در او به قلم قسم خورده باشه، ولی که اسلام به قلم الله تعالی چکار کرده؟ قسم خورده. اما قبل از او یک چیز دیگه آورده، گفته نون، بعد گفته بله قلم. نون یعنی چی؟ نون یعنی چی؟ حروف مقطعات قرآن. والله اعلم بمراده. اول بگو نمیفهمم، اول بگو در مقابل وحی هیچم، اول اعتراف بکن که در مقابل علم کامل الهی علم تو هیچه. انما اوتیته من العلم الا قلیلا. بفهم کمه به دست تو هست. اول اقرار کن که در مقابل وحی هیچ هستی. نون ترجمه کنه. همه مفسرین می نویسن چی؟ والله اعلم بمراده. حالا فهمیدی چی نمیفهمی در مقابل وحی؟ حالا بگو بالقلم. الله دو نوع علم معرفی میکنه در همون اقرا. یک نوع علم و علم بالقلم، علم بالواسطه قلم. یک علم بی واسطه هم بیان میکنه. او چه علمیه؟ و علم الانسان ما لم یعلم. ما هم علم قلم داریم، هم علم ما لا یعلم داریم. ما هم علم وهبی داریم، هم علم کسبی داریم. فرق دانشمندای ما با دانشمندای اروپایی بود که اونا وقتی قلم به دست می گرفتن نون رو فراموش نمی کردن. فرق دانشمندای ما با دانشمندای غربی بود که اگر اونها تحقیقات علمی داشتن، اقرأ باسم ربک، با نام خدا شروع میکردن اقرأ. قلم رو با اظهار بی علمی برمی داشتن، نه با ادعا و غرور علمی و شهوت علمی. اول غرور و شهوت علمی رو میگذاشتن کنار، بعد میگفتن هو القلم. وقتی میخواستن بگن اقرأ، قبلی میگفتن چی؟ باسم ربک الذی خلق. این فرق ما تو علم خودخواه یک بخش علم سراغ چی میریم؟ این کتاب ها میریم. ما هم علم سطور داریم، هم علم صدور داریم. ما میفهمیم که قرآن نوره و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. ما میفهمیم که کنار این کتاب دعا لازمه، عشق لازمه، ارتباط با او اللهی که علم کامل در دست اوه و رب این کائناته. اول ارتباط با او لازمه، بعد از او سراغ چی میریم؟ علم. عزیزان، رسالت شما بعد از خون شهدا، رسالت شما رسالت بزرگیه، مسئولیت شما بزرگه. این علمی که امروز ما و شما تو پانتن ها و تو دانشگاه ها داریم میخوریم، گرفته شده از کجای علم؟ پایه‌ای، مبنایی از کجای؟ از یونسکوی غرب. پایه‌گذار اصلی کیه؟ داروین. چی داره درس میده؟ بیگانگی از خدا، مادیت بدون ربانیت. ما باید استقلال علمی رو به دست بیاریم. برای ما علم هدف نیست، علم برای ما هدف نیست، اسبابی برای رسیدن به هدفه. خوب شد؟ برای ما علم، بگید علم هدفه. با علم ما فقط اشرف مخلوقات میشه. با علم فقط ما به او کمال انسانی میرسیم. ما هر چه تو علم پیشرفت کنیم، الله موجودات دیگه داره که در بعض از علوم از ما جلوتره.
زنبور عسل تو معماری و خانه سازی از ما جلو هست یا نیست؟ بگید شما. علم هندسه هم تو هست، علم بهداشت هم تو کندوسازی هست و علوم و فنون مختلفی که هنوز باید ما و شما تحقیق کنیم تا کندوی عسل بشناسیم. اگر تنها با علم خالی هدف می بود و با علم خالی انسان به کمال انسانی می رسید، زنبور از ما و شما چی بود؟ بگید. جلوتر بود، عاقل‌تر بود. تو علم تجربی، علم طبابت، همین الان حیوانات برای تداوی خود کارهایی میکنن که ما هنوز داریم تحقیق میکنیم که همین چون موقع زخم خود این شکار، این حیوان رفت سراغ او بوته، سراغ او درخت، نشان از یه که این برای چی خوبه؟ این برای فلان مرض خوبه. خود تو علم تجربی گاهی وقتا اونا از ما جلوترن. همین الان خیلی از چیزهایی که ما میسازیم برای پرواز از پرنده ها و از بعضی از چیزهایی که میپرن هنوز الگو برداری میکنیم. اونا جلوترن یا ما؟ بگید شما. جلوترن. این کمال انسانی ما نیست. ما علم رو فقط برای علم نمیخوایم. ما شهوت علمی نداریم، ما غرور علمی نمیخوایم. ما علم رو احترام میگذاریم، سراغ علم میریم، اما نگاه ما به علم هدف نیست. نگاه ما به علم چیه؟ ابزار و وسیله است برای رسیدن به هدف. هدف چیه؟ هدف چیه؟ که ما بنده الله باشیم در این کره خاکی و بندگی او رو بر این نظام آفرینش کنیم، خلیفه الله بر روی زمین باشیم، مظهر اتم صفات الله بر روی زمین باشیم. ما اداره و ذکر الله از دیدن ما الله یاد بیاد، ما مظهر رأفت خدا با علم در دنیا باشیم. تیغ جراحی اگر به دست ما هست، این هم توی قهاریت الله، نمایندگی از قهاریت الله باشه. تیغ میکشیم به بدن، اما اردوس هم داریم نیست. دست قطع هم میکنیم گاهی وقتا، عفونت کرده، چرک کرده دیگه، یه اگه قطع نشه به خونی میزنه، به استخوانی میزنه، قطع هم میکنیم. مظهر جباریت خدا روی زمینیم، با جباریت خدا داریم کار رو میکنیم. جبار یعنی چی اصلا؟ جبار یعنی چی؟ یا جابر عظم الکثیر. جابر به کسی میگن که چکار میکنه؟ پیوندکاری میکنه. او کسی که کار پیوندکاری میکنه، او در حقیقت مظهر صفت چی خدایه؟ بگید. جبار خدا. او کسی که جراحی و عملیات میکنه، تیغ به دست او هست، با قوه قهرآمیز با مریض برخورد میکنه، در حقیقت او چیه؟ نماینده صفت چیه؟ جبار خدا. او کسی که یک گولی و یک شربت شیرین دوا هست ولی او یک کم شیرین میکنه، طعم دهنده میکنه، به مریض خود میده، او مظهر چیه؟ الله. مظهر صفت رأفت الله. هم دوا میده، هم شیرین میکنه میده. ما مظهر صفت اللهیم. ما در کار خود تعهد داریم. ما طبابت رو تجارت بگید نمیفهمیم، رسالت میفهمیم، مسئولیت میفهمیم، فکر آخرت هست. یاد ما از الله دور نیست موقعی که تیغ به دست ما هست. نگاه ما به مریض مثل نگاه تعمیرکار به اون موتر و به اون ماشین نیست. ما نمیگیم این ابزاره، میگیم بنی آدم اعضای یکدیگره، نه ای که بنی آدم ابزار یکدیگره. این ابزار منیه که چیه؟ این اعضایی از منه، این پاره تن منه. ما مثل یک جسد واحدیم، درد این درد منه.
ولی خب ما باید این رو به خاطر اینکه نمایندگی از صفت رحمت و رحمت الله کنیم این جراحی بکنیم. ما کار میکنم برای نفع بشریت، چرا که در حدیث آمده خیر الناس من ینفع الناس. من میخوام نفع خوبی جامعه برسانم، من میخوام برای جامعه منشأ رحمت الله بشم. الخلق عیال الله، چون اینا عیال الهی هستن، اینا تحت تکفل الهی هستن. من با اینا رحم میکنم تا الله به من رحم کنه. چیزی اختراع میکنم، چیزی میسازم که به نفع اینا باشه، نه که فقط به نفع جیب من باشه و شکل من باشه. تا ما نمایندگی از صفت الله روی زمین بکنیم. فرق دانشمندای ما با دانشمندای غیر مسلمانان ایه. و انشاءالله تعالی و ما 2 مرتبه مثل دور سلجوقیان که دانشمندا رو رشد دادن، امپراتوری بزرگ درست کردن، 22 کشور حکومت کردن زمان سلجوقیان، ولی دانشمندا در عصر اونا رشد کرد. مثل کی؟ غزالی، مثل کی؟ عمر خیام. همین تقویم هجری شمسی که امروز به دست ما هست و از تقویم حتی میلادی که یک تقویم تخمینیه. الان سال چند میلادیه؟ 2000 چند؟ 24. شما از مسیحی بپرسی بگی حضرت عیسی علیه السلام دقیقاً 2024 متولد شده. یک تاریخ تحقیقیه. اونا چی میگن به شما؟ یک تاریخ تخمینی و قراردادیه. و این تقویمی که ما داریم هجری و شمسی دقیق ترین تقویم جهانه. این کی درست کرده؟ بگید یک دانشمندی عمر خیام، در زمانی که یک حکومت مقتدر و اسلامی خوب مثل سلجوقیان دانشمندا رشد کرده. همین الان حفره‌های در کره ما به اسم کیه؟ ابوالوفا عمر خیام. همین الان تندیسا و مجسمه های در دانشگاه های معتبر آمریکا مثل استکهلم، اون تندیس مجسمه از کیه؟ بگید عمر خیام. رشد میکنه. یکی حکومت اسلامی، دوم چی؟ دانشمندا. غزالی در زمان سلجوقی‌ها رشد کرد. یک. دوم در زمان چی؟ اندلس، اسپانیای امروز دانشگاه های بزرگ اسلامی تأسیس شد، از دانشمندا حمایت شد، بورسیه شدن، اونا رو خوب احترام کردن، زمینی رشد علمی فراهم کردن، پنتون و دانشگاه ها رو رشد دادن، شد یک تمدن با شکوه اسلامی. بعدها شکست خورد، بعدها انحطاط شد. تو باید بررسی کنیم که چرا بود از اوسره بعض مخارج. ولی این دوتا با هم میشه. خون شهدا دیگه جوهر علم علما و دانشمندا. این دوتا کنار هم آمد. آموزش دیگه پرورش. و انزلنا البینات دیگه و انزلنا الحدید. اقرأ نون والقلم. اینا کنار هم دیگر که بیاد انشاءالله همه چیز درست میشه.